افدمك ایریشن تروریست جالیه شانین داعشی و لسر خلکین اولا روسپین هرمه و هزین اولهیه تنکرن. جبوان ایریشن تروریستانه جوین دنابرا هزین سوریای دموکراتیک و شیخ و روسپین هرما دیرا زوره ده هاتل دارخستن. و لگوری داخوازا شیخ و روسپین هرما دیرا زوره هزین سوریای دموکراتیک قصده ایوارا 27 تباخه اپراسیونا خردکرن اولهیه لهرما دیرا زوره و روشلات جمع فراتی دست بکر. تکلداری مجاره خلکین باجاری من بجی آخوین. مهانا قاسم درباره گرتنا شانین داعش ده گوت ام دخوازن او اپراسیون لدیجی شانین چتین داعش زیده تر ببن و چتل کدوری هبن بینگرتن. خوازن هن زیده و حمله زیده ببه و چه و چطور یک به یک پی بگاره یکی کرده بگره بکجه و معنا کو و جریمه وان برای کری کو جریمه خشبال منارن و خونه زاری مدستی وان دانه و امتخازن یعنی هن زیده و زیده و حمله بگاره. هروها شیخ عشیرا بنی سعید شیخ فتشلاش پشتگیری خواه با اپراسیون را نشان دا و دیار کرد که هزینوانیین لهنگ به بردوامیج با اولهی و آرامی لحرم پیکوره دناوالوو تفگریدنه. اللي دائما تسعى لأمن أهل البلد ام پشتگیری خواه با اپراسیون هزین سوریای دموکراتیک را رادگهینن. هزین معین لهنگ بردوام دناوالوو تفگریدنه جبو اولهی و آرامی لحرم پیکوره و همو پیکاتین حرمه با آرامی بجین. ام ایرو همو پیکاته پشتوانیا اپراسیونی دکن جبو کوتی هزین در و دستوردانی ده حرم مده نکن و فتنه دنابر عشیره ما و هزین قصدی لحرم دیر زوره در نخن. ام بانگ لحموشینیان دیر زوره دکن کوبال داربن و الپی گوتنین آلین کود خوازن فتنه در خینن نچن و پشتوانیه بدن هزین سوریای دموکراتیک والفوضى ودعم قواتنا قوات سوريا الديمقراطية. هری داوی ناوندارا گهاندنا قصدی اشکره کر که هجمارا چتین کد اپراسیونا خردکرن اولهیه یا هزین سوریای دموکراتیک ده هاتنه گرتن گهشت 11 چتین داعشه. 8 بازرگانین ماده این هشبره و 3 ایریشکارجی هاتن کشتن.